سلام. توی این ولاگ قراره با هم بریم جیم تیوی پشت صحنه برنامه نوروزیشون که من استایلیست بودم با هم ببینیم. بچه‌ها دارن میان دنبالم. اول از همه بریم یه کافی بخوریم و بعدش بریم سر لوکیشن ضبط برنامه. چون حجم کارمون خیلی فشرده است داریم تو ماشین صبحونه میخوریم. سلما زایناس فرمان حسنوی اینجا. وقت میز میکاپ، اینم وسیله های منه، اکسسوریا. یه استودیویی منتظریم آرتیستامون بیان. میزا رو آماده کردیم و بریم برای کار. دوستان عزیز، استایلیست در حال دوخت چی هستن؟ شلواره سوتیان تخصص داره توی ویکتوریا سیکرت. الناز جان داره سلفی میگیره. ما اومدیم بالا یه ذره استراحت کنیم مگه نه؟ بله. پایین دارن چیکار میکنن؟ رکورد دارن ضبط میکنن برنامه خفن نوروزی. جاتون خالی. البته میبینید دیگه، اینا رو هم یه وقتی میبینید که ما نیستیم. سلما جان بگو امروز چیکار کردی اینجا؟ امروز فکر کنم 15 نفر رو گیریم و مو اینا کردیم. تو هم استایل کنی رفتی اونجا بیا اینجا سر میدون کاش حمید بیباک باشه. ببین من از همتون ویدیو افقی گرفتم واسه تو، هیچ کدومتون از من افقی نگرفتم. من حتی خودم یه عکس ندارم. من همیشه در صحنه ها حضور داشتم. ادیت اگر باشه میبینیم. فرنک جانو داریم. دیدی اصلا داره سمیس میخوره با نوتلا. من تو دوره رژیم قندم بودم و نتونستم آنطور که باید بخورم. کسایی که اینستاگرام منو دارن میدونن. بریم مسائل خانم حسنوی رو بررسی کنیم از لحاظ برندی. فنتی بیوتی داره، ریر داره. چرا اینا رو استفاده میکنی؟ به خاطر اینکه تست حیوانی ندارن. ببین من یه سری ماسکم گرفتم اصلا وقت نشد بذاریم واسه آرتیستا. بیا عشقم بذار واسه من. واسه آرتیستا. مگه ما آرتیست نیستیم؟ شما هنرمندی. خیلی زحمت میکشن. شما سابسکرایب کنید. دست به هر کاری نمیدونم نظر خودت چیه؟ کار معروف. بله همون خب اومدیم برای گرفتن غذا. سلما جوجه داری؟ جوجو دارم من. خب بچهای میکاپ آقا همگی یه دست تکون بدید اینجا رفقا. امیر arkadaşlar bu arkadaşlar kanalı bütün programlarını
arkadaşlarım artist. Kamera arkasında çalışıyor. Emir, Mesut, Ferhanay. تو استودیو ما اومدیم آماده شدیم هنوز کسی نیومده. حالا هر کدومش هم فکر کنید تو ماچه من نمیتونم حس کنم مثلا اینو اگه فکر دوستش نداریم میتونیم بدونه ببینیم. هم دوستش دارم هم نمیدونم. روز دوم همه دارن میکاپ میکنن منتظر آرتیست ها. من یوگا هم دارم. سلماز یوگا هم میکنه. بریم رو استیج.